خدمات دولتی امنیت ازبکستان روز 14 سپتامبر سال 2023 از بازداشت 7 نفر از جمله 5 شهروند تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داد. شهروندان دستگیر شده تاجیکستان که 38 44 47 53 و از همه کلان آنها 65 سال دارند، همراه دو ساکن نویه بخمل در دو عملیات در حدود نویه بخمل و زامین ولایت جیزخ به دست افتاده، یک قاچاقبر دیگر را در حدود نویه مبارک ولایت قشقدریا دستگیر کردند. از جمله کارمندان امنیت و باجخانه ولایت جیزخ، یک شهروند تاجیکستان سال تولدش 1970 ساکن ولایت سغد را همراه دو ساکن نویه بخمل سالهای تولدشان 1983 و 1984 هنگام فروختن 9 کیلو و 530 گرم افیون که با روی قاچاقی از تاجیکستان آورده شده بود دستگیر کردند. در عملیات دیگر کارمندان امنیت و میلیسیا در نویه زامین ولایت جیزخ یک باره 3 شهروند تاجیکستان سالهای تولدشان 1958 1976 و 1985 با 2 کیلو و 986 گرم حشیش به دست افتادند. شهروند دیگر تاجیکستان سال تولدش 1979 که آنها را در یک آشخانه در شهرک دشتاباد منتظر بود نیز دستگیر کردند. خدمات امنیت دولتی ازبکستان گفت این مواد مخدر نیز از تاجیکستان آورده شده بود. همین طور کارمندان امنیت، میلیسیا و باجخانه در پاسگاه شیرین بلوغ در نویه مبارک ولایت قشقدریا هنگام تفتیش یک ماشین تمغه متیز تحت اداره ساکن شهر بخارا سال تولدش 1982 که از بخارا به طرف قشقدریا می رفت، از یک مسافر 25 ساله این ماشین 973 گرم هیروئین پیدا و مصادره کردند. همچنین معاین کرده شد باز 1 کیلو 968 گرم هیروئین دیگر در یک مخفیگاه در حدود نویه کوگان ولایت بخارا پنهان کرده شده است که آن هم دریافت و مصادره کرده شد. خدمات امنیتی دولتی ازبکستان گفت در رابطه با این موردها بر اساس ماده های 246 و 273 کودکس جنایتی ازبکستان پرونده های جنایتی گشوده شده دستگیر شدگان بحث پیشکی گرفته شدند و تفتیشات ادامه دارد. این نخستین کوشش های آشکار شده قاچاق مواد مخدر از تاجیکستان به ازبکستان نیست. صبح 7 سپتامبر سال 2023 کارمندان باجخانه سری آسیا در مرز ولایت سرخندریا با شهر ترسنزاده تاجیکستان از داخل ماشین بارکش تمغه والوو که خالی و به یگان بار از تاجیکستان وارد شده بود تقریبا 70 کیلو مواد مخدر یافتند. این مقدار بزرگ مواد مخدر در 66 بسته در کابین راننده در زیر ابشیفکا پنهان کرده شده بود. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. یک قسم اعظم این مواد مخدر از جانب قاچاقبران با استفاده از قلمرو ازبکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان انتقال داده می شود.